سلام به همسر گل. راستش دیگه زیاد گوشیم شارژ نداره. گفتم تا قبل اینکه خاموش بشه چند جمله باید حرف بزنم. زهرا جان خیلی دوستت دارم و خوشحالم از اینکه من با تو ازدواج کردم. یادم میاد روز اول عقدمون که بهت گفتم من دوست دارم با ازدواج با تو به سعادت برسم و سعادت همون شهادت. و سرنوشت من با ازدواج با تو خیلی تغییر کرد. شغل خوبی پیدا کردم، راه و روش خوبی پیدا کردم و همه رو یه جورایی مدیون تو. ممنون. الان دوباره قسمت شده برم نوکری از زینب. نمیدونم این بار سرنوشتم به شهادت میرسه یا نه، اما خیلی دوست دارم رو سفید بشم، حالا چه با شهادت چه با لیاقت نوکری. اما دلم میخواد مؤثر باشم. دعا کن شرمنده حضرت زینب نشم. دعا کن اونجا مفید باشم، بتونم خدمتی بکنم به اسلام. یه کاری از دستم برمیاد. خدای نکرده نرم اونجا چیزی بلد نباشم. خدای نکرده نرم اونجا ترس من غلبه بکنه، دلبستگی به من غلبه بکنه. زهرا جان من ازت میخوام حلالم کنی. اگه بدی کردم، اگه با اخلاقم تندی کردم، اگه یه موقع تو زندگی هر از گاهی یکم نمک زندگیمون کم و زیاد شد، ولی خب زندگی قشنگی داشتم. من واقعا راضیم ازت. واقعا هم از تو، هم از زندگیم، هم از سرنوشتی که دارم راضیم. دلم میخواد برام دعا کنی رو سفید بشم، هر چه قسمت باشم، هر چه خدا بخواد. راضیم به رضای خدا. اگه قسمتم شهادت بود که به آرزوم رسیدم، اگه هم نبود میدونم صدای خدا چیز دیگه ای. فقط میخوام حلالم کنی. خیلی دوستت دارم. مواظب خودت و پسرم باش. مواظب پدر مادرت باش. مواظب پدر مادر من باش. همیشه بهشون سر بزن. همیشه باهاشون باش. همیشه به یاد من باش. خلاصه خیلی مواظب خودتون باش. پسرم هم یه جوری تربیت کن که سرنوشتش هر چی شد ختم به سعادت بشه، ختم به سربازی امام زمان بشه. خیلی دلم میخواد پاسدار بشه یا یه روحانی، اما انتخاب با خودش، هر جوری که خودش دوست داشت. فقط یه جوری تربیتش کن که تو این جامعه یه سرباز بشه برای امام زمان. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید. برام دعا کنید. خیلی برام دعا کنید. از طرف من هر کی رو دیدید حلالیت بگیرید. بگید محسن گفت خوبی بعدی کمی زیادی، یه موقع غیبتی کردن، یه موقع دلی یا رنجوندن یا حرف زدن. خلاصه ببخش. انشالله حرم حضرت زینب، حرم حضرت رقیه، تو بازار شام، جایی که میرم برای جنگ، جایی که میرم برای نوکری، همیشه به یادتون هستم. دعاتون میکنم و دعا میکنم انشالله یه روز سوریه آزاد بشه و همتون بیاید زیارت. التماس دعا. خداحافظ.